در ترک رفع الیدین احناف استدلال بر حرمت منازعه نمی کند، بلکه استدلال به حدیث ابو داود می کند که 70 نفر صحابه رفع الیدین می کند. پس باقی صحابه چی میکرد؟ شما از این حدیث چی جواب بدید؟ اینجا خودت گفتی که 70 صحابه میکرد، خیر دیگه استدلال از حدیث ابو داود میکنه که 70 نفر صحابه رفع الیدین میکند، نگفته نمیکنه، که 70 صحابه میکنه. خب باز باید کلگی بکنه دیگه. خودت جوابی تا گفتی، ضرورت به ما چیسته؟ در جایی که حدیث میگه، او فقط یک حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه است که میگه پیغمبر علیه السلام دیدم که او در اول بالا کرد باز اعاده نکرد. او ده جواب محدثین برش داده که او چند احتمال داره. باز قاعده است اینجا سکوت است، نفی نیست که نمیکرد در کل عمر. او فقط پیغمبر دیده که نکرده یک مرتبه، دیگه جا ثبوت است. امام بخاری رحمه الله بسته کتاب سرش نوشته کرده، دعوا داره که از هیچ صحابی طور ثابت کسی نمیتونه که نکرده باشه. امی ابن مسعود رضی الله عنه از پیش رفع الیدین ثابت است. أيا دارها حييت دارا ومن